جایزه‌های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پاره خاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. از ده‌ها نوار دسترس شده تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافتند. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 3 نوار بهترین اعلان و به مؤلفان جایزه ها تقدیم شد. سنگوردو بخشیده می شود. شاهجایزه آزمون ده من یک پاره خاک وطن رادیوی آزادی را بلاگر جوان از سنگوار برای نوار لیران بالا از خود کرد. فیضعلی سفرов ساکن 35 ساله ناحیه سنگوار در نوار کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهه خود و مشکلات آن قصه کرده است. جایزه دوم آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن نصیب فروزانفر اسکندرов برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستان مسجد شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نوارهای کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شده است یا مؤلف نواربردار کسبی است. اما فروزانفر گفت تو آموزگار است. برای یک کادری که اون آهوها در بالای کوه هستند، برای من قریب 10 کیلومتر تگاه رفته برای بالای کوه آمده. مثلا در اونجا آهر که رفته از پیش ادن استراتیس بود سیام کنی. ما رفتیم مثلا در اونجا یک شب خواب رفته تگاه مثلا وقتی شیرفته رفتیم این سیام کنیم. فقط برای جای سوم در این آزمون از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست اشکاشیم سزاوار دانسته شد. من 12 روز در اشکاشیم بودم. امی جاهایی که اشکاشیم، جاهای زیبای اشکاشیم رو سیمکه کردم. باز امی ویدیو که بابای من بود، شکربک می‌بک و هم سیمکه کردم. ایشو ما قطعی توریستا کار کردم 12 روز و یارم سیمکه کردم چه رقص میکنند. آزمون ده من یک پاره خاک وطن ماهی ایون از جانب رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان باید در یک نوار 1 دقیقه‌ای دهه خود را به جهانیان نشان میدادند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات و همه چیزی عجایب ده خود نقل میکردند. هیئت داوران آزمون به هر نوار از روی چند معیار از جمله درازایی نوار، شیوه جالب تصویر از ده خود، انتخاب منظره ها، پیوند سخن و تصویر خالگذاری کردند. ما هیئت داوران ها معین کردیم 13 نفر. این هیئت کم نیست. فیلم ها، فکرها و فیلم ها هم سوژه ها هم گوناگون بودن، ولی گمان میکنم که در مجموع اون چیزای بهترین، آثاری بهترین قدردانی شد. برای همین بار دیگر از این تشبوسی رادیو آزادی تبریک میگویم. داوران آزمون هم از میان نمایندگان کسب و کار گوناگون از جمله فیلمسازان و خبرنگاران و بلاگرها برگزیده شدند. هدف از تشکیل این آزمون جلب جوانان، جلب روزنامه‌نگاران مردمی، نخترش بگویم ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزه تاجیکستان. و واقعا وقتی ما همه این نوارها را دیدیم، از آنها خوب دانسته میشد که مردم امروزه در دهات در چی وضع هستند، چی مشکلات دارند، با چی مشکلات روبرو هستند و چی انسان‌های در آنجا زندگی میکنند. در چرابینی گفته شد این دومین آزمون رادیوی آزادی است که در سمت نواربرداری صورت میگیرد.